به همه قماندانان سربازان وطن سلامتی میخواهیم. سربلند باشند. به کل هموطنان سلامتی میخواهیم. من چه خیلی گفته بودم که میام خوجند اومدم جایی که ما خدمت مادر وطن کردم. این جایی دیدن که نمو سربازای حال احوالشون با خبر باشیم. من هم خیلی چیزا حلاوت میبرم. اگر گفتم وطنم هم زیغم گریان شد، گفتم چمنم سینه علاویستان شد. باور کنید تدانی خدا وطن ملت ما خلق ما خیلی دوست میدارم که زنده باشه، در که جای باشه نباشه خداوند یارو مددگارتون. میداریم سربازار احوال احوالشون بخبر میشیم. با همراه افسران رفتیم. اینجا 14356 میگن قسم نظامی 14356 ششم بریگادا طول 2 سال خدمت مادر وطن صد فایز شکر خدای برادرای عزیز قسم نظامی 14356 ششم بریگادا تگ ماست. این برادرای عزیز میدارم یک از حال سربازا و افسرای با خبر میشیم. و دلم کیم خیلی شده وقت شانم اینجا ما شگرد کرده در اومدگی بیدیم شگرد کرده میبونیم. این برادرای عزیز آبادی وطن بینید، آبادی چستا رو بینید. به هر برگم میگن که چست آبادی شبیه خونه کدامیمون هم خیلی خوشروه. خونه کدامیمون این باور که خونه همه مونده خوشروه. این خیلی دیگه جای گرم نیست. به هر برگم میگن که ختم بیاین ببینین. جوانای عزیز من شما رو توصیه میکنم بیاین خدمت مادر وطن خدمت کنیم. بعد میفهمین که این آبادی رو بینید. خیلی که جای گرم نیست دیگه. این تو اومدن نبینین خیلی نمیفهمید. حال میبینی بعد. اینا دوستان عزیز انا اینجا چسته که من طول 2 سال خدمت کردم. اینا برادرای عزیز هی اونجا به سربازان چی اومده گیری دستی هم اینا هم اونجا رو شد که خصوص بعد درجه بودیش خواهی داریم. اینا سیکار دوستای عزیز اومدم جای خواب ما ببینیم در داری جایی که انا میزدم خیلی اومده یکم جایی که نزدیک که خو میرفتم اینجا لیکن مقصد که میزدم بسیار خو میرفتم. اینا میومدیم انا اینجا جای خوبی ما بود برادرای عزیز. این جای خوبی سربازا انا میزدم. من 10 سال برادرها خو رفتم دیدین. این اینجا خو میرفتم همینجا کلام میبروردم پایان جای میدانچه سفارایی ایجاش جای میدانچه سفارایی اینا همینجا مقصد اون طرف استادیون طرف آشخانه حوزه یک جای میریم برادر میبینیم. این جای خوبی سربازا بعد درجه اولیش اینا تازه آزاده باور کنی مکتب مردانگی در همینجا بیاین جوانای عزیز. من شما رو اینا من همچه خدمت کردگی من شما رو توصیه میتونم یک بار بیاین. همین شما ارمیا یک بار ارمیا بیاین یک بار خدمت کنین. بعد حیات هم میفهمین که چیه. این دروغه همه گپایی که میگن ایتا اوتا اون آدمی که ایتا اوتا میگه در خونه شون هم خیلی هم زندگی خونه شون هم خیلی در همونجا هم خیلی جدا دموی دستای بسیارن که مقصد سربازای میآیند بچه‌ای میشن دستای میشن مردان میشن میرن. این بهدای خدمت تعریف نمیکنه. قصول موسفدی 90 ساله رو میگم وقتای خدمتم بود بچه‌ها گفتم سر میکنه وقت خدمت سر میکنم. برای خدمت توصیه میتونم بیاین خدمت کنیم برادر. اینا دوستان عزیز این آبادی رو ببینید. اینجا نقطه طبی اینا نقطه طبی اینا ابالی ابن سینا در درونش. شما فکر نکنین که در اینجا میین کسل میشین شما رو هیچ که نظارت نمیکنم. قدم زدگی شما با نظارت این دوستان عزیز در اینجا با شما رو تبابت میکنم. همه کسل رو اینجا تبابت میکنم. همه کسل رو اینجا تبابت میکنم با اینا چیزی در اینجا جای تبابت هم ما فعل شیری و سلام علیکم سازتین زینا اینه بی چی نمیکنم. مقصد که این سربازای بیمارن یا رو کل میکنن زیرا تبابت میکنن با سربازاران. اینه سربازای بیمار نتیجه بوده نیچ خیلی یاردم میکنن سربازار یک دیگریش در وقتی مقصد جنگ و در وقتی و اینا همش خونون خودش خطه اینا بهش نیست. اینا دوستان عزیز
این طرف میدانچه ورزشی های این همیشه همین همیشه تورنیکو دا ما هیچی نکشیدم 10 باری 20 باری تورنیک کشیدم و انجمنی زدم و بروز زدم و اینجا میدانچه های حاضر اینی مقصد که آبت های همه ادویه های برای هم که در وقت تینجی خواستم بنابرای بیش این همون شو کنیم دوستان عزیز جای موی سر کم کنی اینجا سربازا به همون نمود موی سرشون مقصد خیلی میگیم پس میکنن کم میکنن اینجا میدونید به حضور موی سرتا اینا کم میکنی و بعد دوستان عزیز شما فکر نکنید که اگه رستوران دارین اگه گاستنیتسا دارین نه چیستا چاست اینا شنوکارکاشون قوی داریم موندگی اینا برادرها اینا بشیلکا میدروی اینجا جایی که مقصد ساونو میگن کن اینا برادرها تماشا کنین اینا حلاوت ببرین اینا زمانوی با ارمیای تاجیک هر روز هر ساعت هر ثانیه پیش رفته است این خیلی اینجا جایی مقصد آوازی اینجا جای پر میداره اگه خیلی مقصد جشن نداره جای پر اینجا جای مقصد جای آوازیش مقصد بسینش این اینجا دمیایی همه سربازو همه آچی از قطعی مقصد آوازی میکنم اینا برادرها ما انا اینجا آوازی کردیم اون وقتای خیلی نبود برادرها این شرایطا نبود وقتایی که ما خدمت کردیم این شرایط ببینید ما همین همگی 4 تا داشتیم این طرف نمیام خیلی 4 تا بود بنابرای آوازی میکنیم ایره بین برادرای نختان بینیم اینا قانون و قاعده‌اش قطعه ساونای دوشنبه ده من رفتم خیلی شرط شده نیست و دیگه چطور میفوره فقط بیاین خدمت کنیم وطن وندر نگاهبانی کنیم تمام اینا برادرها اینجاش ما میبریم با دیگه جاش میریم اینا اینجا مقصد جای لباس افتاکنک چون اینجاش در لدنی لباس افتاکنک دارن این طرف در مقصد جایی که این بچه ها شما فکر نکن که درگان بازار این اینجا سکلت ارمیا میگن اینا دوستان عزیز این را خردل میگن خردل که میگن میدروی گوشتنی بچه گوشتنی اینو شیران و مثلا اینو همش گوشتنی فکر این رونا رو بید چی گوشت این درنده مرغه این وقتای خدمتی مدام برادران هم خیلی بده اینجا رو من در همین اینجا کار کردگیم من میدونم برای همین خاموده جای بنابرای بیزیست همین چی رو میدونم اینی برای ضعف ترک شده مقصد یعنی خزینه همه برای سربازا این خزینه همه تمام اینم آردو مشک و نخوت و نسک تمامی چی هست ایده این جوروی جونی مکی باشه اینه نامشقتی اینا دیدستیم برادران اینا شکر بی باشم دوستان عزیز پیاز جان ماستی اینه دیدستیم بچه کاپوستا خزینه ها میگن خزینه هایی که همین مقصد انباری که همین همه سلطات این اینجا مقصد اینا دوستان عزیز اینجایی که شما میبینید اینجا فقط درس میخونید اینجا طرز پراندن اینجا طرز اکابو ما همین رو گذاشتگیم همین رو اینا رای پویز اینا جوران اینجایی که مشق میکنی همونجا اینجایی که مشق اکاب چه خیلی میپرونید چند نمود طرز پراندن های من شما دا میگم اینجا همه برای اکا همون طرز پراندن اینجا دا میدروی اینجا چقره اینجا دا میدروی مقصد طرز پراندن دیدیم برادر اینجا با سر زونوای با شکمای و راست سه نمود پراندن میشه دوستان عزیز من انا اینجا بگم که 2 سال کار و فعالیت میکردم انا اینجا سرودی سرباز تمامی همه جمع آمدایی که در همه قسم نظامی میشید ما همینجا آمادگی میدیدیم همینجا برآمد میکردیم اینا دیدیم برادرها ما خیلی پیشروی شدیم باور کنین همه روزه ارمیای تاجیک پیش رفته است همه روزه اینا ختم ببینیم با چشمتون برادرها وقتی ما بودیم خیلی مقصد بود استولای مقصد دوره سیوز
حاج بینید این استولا رو علیش کردن خشتو کردن اینه بهترین اینه برادرو رفتیم اینه برادرو سربازا عبید رفتیم اینه هم کراو رفتیم مش کراو نی باغ شاینه داری باغ دار دوتی مینه و لیلکه و یه باغ برادرو یه گپ میگم که همین ارمیان همین جا گپی من اگر شما گرفتنی باشه یه سال چیزایی که ندیدین در همینجا میکنار میکنین این آقا جایی مثلا اینجا در پدر و مادر قدیمی هم رو میخورن اینجا شرشره این خرما ها دی همین خرما ها این بسته کی میخورن سربازا میخورن اینجا در همین همه خیلی با خیلی یکم باید نیست اینا اینجا شرشره کردگیان اینا کول این اینجا در میله کول ده به حضور میشینی موهی داشته باشه اینجا دورایی اون موهی رو دیو اونا دستن موهی رو اینا موهی اونا موهی رو دل موهی رو اینجا در میشینی خیلی اینه بسم الله الرحمن الرحیم اینجا میشینیم اینجا سوار آرام میکنیم انا برادران عزیز ما چی گفتنیم گفتنی همین را دارم که بیاین وطن مادرن پاسبونی میکنیم یک جویا ما چیزایی که من نشون دادم نه یگان تلویزیون شما دا نشون میدن نه یگان برای چی من خودم اینجا خدمت کردم خودم میدونم که در کجا چیه برای همش ما یک تا شما دا نشون دادم خیلی پایان در پاتسافکای اوجاش نرفتیم مقصد پاتسافکا گفتن باغ دا بگیم باغ اون طرف دا همه جای همین چستی که ما خدمت کردیم هم چستی که شما ببینید همه چستا قریب کم خیلی هم باغ دوران راه دوران زندگی دوران سکلاتشون پرای خیلی فکر نکنید شما ارمیای تاجیکستان با پیش وطن مادر باید ما همچون نینکی چشم نگاه کنیم باقی سربلند خانواده باشین در گوشه باشین نباشین خداوند یارو مددگار کنه های چستی ششم بریگادا 1456 من دوستان عزیز برای گذشتن گرانیت ما شرکت محیدین با شما توصیه میتون محرم در این رقم زنگ زنین شما را ساخت سلامت برده اولش خدا آخرش خدا گرانیت میبرن میارن باقی سربلند خانواده باشید در گوشه باشید نباشید خداوند یارو مددگارتون غریبا دعا میکنیم که کیساتون پری پل به بالای سر فرزنداتون بیاین زنده باشید